محمد یه روز اخبار رو روشن میکنه و میبینه که همه زامبی شده بودن و بعدش پنجره رو هم که کنار میزنه همسایه هاشو میبینه که همگی درخواست یک گاز جانانه از محمد جان رو داشتن. به چی نگاه میکنید؟ من جو محمد مفتی به کسی نمیدیم ها. برید جواد به گاز رسن. در اینجا محمد هاشم رو میبینه که پشت در بوده. به هاشم جان حتما باید زامبی بشی تا گذارت به این طرفا بیفته. نه شما نه آقا برو بیرون بینم برو بیرون. شما برید سراغ همون جواد که ماه پول دستی گرفته پس نداده. یا بابا گم شما ور دیگه که حتی میبینه اخبار بوه هم زامبی شده بوده. نوشابه میخوری؟ حله الان میارم. و همون موقع هاشم اسلحه محمد که رو میز بوده رو بر میداره و تا میاد گاز بزنه زاک میزنه خودشون افله میکنه. این چرا خودشو فرستاد اون دنیا؟ عجب خری بودی بابا هاشم تو هم. ای بابا اسلحه رو کی نمیخوره؟ زهر پشمام زهر مار بگیری هاشم. و تا محمد میاد بشینه زهر دوباره هاشم پا میشه. این توفنگ کجا آوردم؟ عجب تلویزیون آشغالی بودا. ای بابا هاشم چند بار تو میمیری؟ بعدم محمد زنگ میزنه به جواد و میگه ای جواد سلام چطوری؟ این پول ما رو نمیخوای بدی؟ چی میگی بابا پولمو بده خودتی؟ صدا آروغ میده و میبینیم حتی جوادم زامبی شده بوده. بعدش هم محمد از در پشتی خونه میزنه بیرون و یه نگاه که میندازه میبینه که تو شهر همه زامبی شده بودن و کل شهر رو به گند و کثافت کشیده بودن. محمدم که این اسکولا به یه ورش هم نبوده رفته بوده جنگل برای پیاده روی و زامبی هم همه دنبالش اومده بودن. خانم برون دست از نامحرمی ها برین گم شد دیگه. بابا من که گفتم به کسی امضا نمیدم. خیلی خب حالا که اصرار میکنی بیا یه سلفی یادگاری بنداز. فقط زود باشه من کلی کار دارم. آی چه گاهی میخوره مرد که خوبی منم دست تو رو بخورم. پوف مدفوع شده تخم زامبی. خب ولش کن بیا یه روبوسی کنیم از دل هم در بیاریم. این گوشیت کجا افتاده؟ که ولی همون موقع این زامبی های سگفیس میریزن سر محمد و یامیامش میکنن. آخرم که محمد برمیگرده خونش میبینیم که بله زده بودن خودش هم زامبی توری کرده بودن و وقتی محمد خودشو میبینه که زامبی شده بوده اینقدر کفرش در میاد که میزنه آینه رو میشکنه و به چخ میده. این حتی زامبیش هم بازم اشکوله. خلاصه که حواستون باشه اگه یه روزی زامبی دیدین مثل محمد به شخمم طوری باش رفتار نکنید دیگه. مرسی خداحافظ.